امروز 12 ربیع الاول مصادف است به روز تولد منجی بشریت، فخر دو عالم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این محمد کیست؟ این محمد کسی است که برای مشرکین مکه خطاب کرد و گفت که بجز از الله جل جلاله هیچ کسی لایق پرستش نیست. معبود حقیقی الله متعال است. این محمد کیست؟ محمد آن ابرمد تاریخ است که بر جاهلان همان وقت که خود را با غیرت میپنداشت گفت که زن مظلوم برای این نیست که زنده به گور شود.